سلام به همه همراهان ماهواره یاست. امروز اومدیم با آموزش فرکانسیابی در رسیورهای مدیا استار، استار مکس و مشابه. دوستانی که قصد خرید اکانت های IPTV و CC کم رو دارن میتونید از طریق آیدی زیر به مدیر تیم مراجعه کنند. خب میریم سر وقت آموزش. دکمه منو بزنید و وارد تنظیمات آنتن بشید. بعد از اینکه وارد تنظیمات آنتن شدید، روی قسمت ماهواره اسم ماهواره رو وارد کنید. اگر اسمش وجود نداشت میتونید از اسامی دیگه استفاده کنید. از قسمت فرکانس میتونید به صورت دستی فرکانس بدید. قسمت یوزال یا موتور برای کسایی که دیش گردون دارن میتونن این قسمت رو کلیک کنن. وارد این قسمت بشید، ایران رو انتخاب کنید. بعد از اینکه ایران رو انتخاب کردید، شهری که درش زندگی میکنید را وارد کنید. بعد از اینکه وارد کردید، دکمه اوکی رو بزنید از روی کنترل. بعد از این کار از این قسمت خارج میشیم. نوع جستجو و شروع جستجو رو روی کانال های تلویزیونی بذارید، نوع جستجو رو، و قسمت شروع جستجو رو روی جستجوی پیشرفته. میبینید که چند قسمت داره برای کانال های SD، HT و کدگذاری شده. قسمت شروع جستجو رو روی پیشرفته قرار بدید. بعد از این کار دکمه اوکی رو بزنید. اینجا میگه کانال های موجود حذف بشه. شما یک بار دیگه اوکی رو میزنید و در حال پیدا کردن فرکانس مورد نظرتون. باید صبر کنید که این قسمت خط وسط کامل بشه تا فرکانس یابیتون کامل بشه. بعد از اینکه فرکانس یابی کامل شد، دکمه اوکی رو میزنید و از این قسمت خارج میشید. برمیگردیم روی شبکه ها و نگاه میکنیم چه شبکه هایی اضافه شد. همطور که میبینید چند شبکه به ما اضافه شده که شما میتونید با استفاده از فرکانس های یاست اونا رو به رسیور خودتون اضافه کنید. ممنون که این آموزش رو تا اینجا تماشا کردی. برای آموزش های دیگه پیج رو سابسکرایب کن. اگه قصد خرید اکانت های IPTV و CC کم رو هم داری، میتونی از طریق آیدی زیر تصویر به مدیر تیم مراجعه کنی و اکانت مورد نظرتون رو خریداری کنید.